سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشورف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 4 اوگوست. راههای بسته امکان ندادند که مهاجر تاجیک در نماز جنازه پسر فوتیده‌اش شرکت کند. التجا میکنم که قضیه فرزند من را عادلانه دیده برایم. وسوسه زرشویی، اجازه تیلاشویی به ساکنان در مکانهای زرخیز تاجیکستان چی نتیجه داد؟ 2419 نفر علاقه برای شستن شغل ورزیدن به زرشویی علاقه اجازتنامه گرفتند. یک خلطه ناس 20 روبل، جریمه 20,000. جزا برای فروش و استعمال ناس را در روسیه سخت‌تر کردند. امروز در دهه ریودی پایان ناحیه عینی جسد عزیزبک رجبوی 18 ساله را به خاک سپردند. او 3 روز قبل در نتیجه یک زد و خورد میان جوانان دهه همسایه با نام یاوان جراحت برداشته بستری شده بود. مقامات انگیزه های زد و خورد را تحقیق می کنند. والدان رجبوف طلب دارند قاتلان فرزندشان به سزای اعمال رسانیده شوند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. امروز عزیزبک رجبوف 18 ساله که برای تحصیل در دانشگاه اگراری آمادگی میدید در قبرستان دهه ریودی پایان ناحیه عینی به خاک سپرده شد. او 31 ایول اثنای زد و خورد دو گروه نورسان در دهه یاوان جماعت ارمیتن ناحیه عینی همراه با چند تن دیگر زخم برداشته بود. ظاهرا تن عزیزبک رجبوف به ضرب لت با سنگ و چوب و کلتک تاب نآورد و این جوان روز 3 اوگوست در بیمارستان شهر پنجکین از عالم چشم پوشید. شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی روز 4 اوگوست به رادیو آزادی گفت این حادثه مورد تفتیشات قرار دارد و چند تن از جوانان بازداشت شده‌اند. ملا نسیم ناصرов کارمند شعبه امور داخلی ناحیه عینی روز 4 اوگوست به رادیو آزادی گفت تفتیشات پیشکی شروع شده و تا انجام آن از شرح جزئیات حادثه خودداری می‌کنند. نوربیبی سمیه و مادر عزیزبک به رادیو آزادی گفت امسال پسرش مکتب میانه را ختم کرده امتحانهای مرکز ملی تحصیل را سپرده بود و می بایست روز 3 اوگوست به دانشگاه اگراری حجت می سپرد. پدر عزیزبک در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد و بنابر بسته بودن مرزها نتوانست در مراسم دفن جگرمندش شرکت کند. من پدر جوان مرگ عزیزبک می باشم. من حاضر در مهاجرت مهنتی در شهر مسکو از سبب راه محکم بودن جنازه فرزندم رفتن نتوانستم. از مقامات تاجیکستان خواهش میکنم که التجا میکنم که قضیه فرزند من را عادلانه دیده برایند. زنازنی در میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر به یکی از مشکلات داغ تبدیل یافته است. در چنین زنازنی‌ها گاه جوانان از کارد و دیگر سلاح‌های سرد استفاده می‌کنند که با مرگ جوانان خاتمه می‌یابد. اخیراً در جریان یک تفتیش جوانان مکتب‌های پایتخت تاجیکستان 13 عدد کارد و دیگر نمودهای سلاح سرد مصادره شده بود. سال گذشته اثنای زنازنی دو گروه ناحیه سینای شهر دوشنبه کمش 20 نورسه مکتبخوان دستگیر شده بودند. پس از آنکه که تاجیکستان برای زرشویی ساکنان رسما اجازه داد، انتظار می رفت که در کشور یک وسوسه زرشویی به مثل کنار رود کلاندایک در کانادا در عصر گذشته شروع شود. اما رقابت در کار استخراج طلا در کشور خیلی شدید است و شرکت ها نمیگذارند که ساکنان در میدان های زرخیزی که به گفتهشان به آنها تعلق دارد زرشویی کنند. با این وجود مقامات در کشور میگویند بیش از 2000 نفر برای زرشویی مجوز گرفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از ولایت ختلان. سر از سال 2020 به ساکنان اجازتنامه رسمی دادند که در مکانهای طلا به زرشویی مشغول شوند، ولی این رسمیات صف زرشوها را به مراتب کم کرده است. تا 2 سال پیش در این گوشه نزدیک به کان طلای شگناب ناحیه خاولین 10 نفر از میان قوم و خاک زر به دست می آوردند. زندگی بسیاری ها در این منطقه از همین حساب پیش می رفت. حالا زرشوها انگشت شمارند. مقامات میگوید در منطقه های زرشویی نقطه های خرید دولتی طلا تشکیل شده است و طلای به دست آورده ساکنان را در آنجا میخرند. سند معیاری آماده شد در همکاری با سردارای گیولوژیا. حجت قبول شد. امروز من به سنه 13 ایول سال جاری علاقه از وزارت از کمیسیایی که در وزارت مالیه هست زیاده از 2000
خب 2419 نفر علاقه برای شستن شغل ورزیدن به ظرفشویی علاقه اجازتنامه گرفتند. با گفته ساکنان 172 سامانی مبلغ اجازتنامه مشکلی اساسی نیست. برای به دست آوردن چند گرم طلا ضرور است چند ماشین قم و خاک را از غلبار گذرانید. مشکلی دیگر با گفته ساکنان این است که با گرفتن اجازتنامه منطقه کافتکاوی طلا محدود می شود. ساکنان میگویند گاهی می شود اجازتنامه میگیرند ولی در منطقه کم طلا یا به طلا کار میکنند. در ناحیه خوالین که بیشتری کانهای طلا در جماعت شگناو جایگیر است، در 6 ماه 510 نفر برای گرفتن اجازتنامه مراجعت کرده اند. با گفته مسئولان حکومت ناحیه خوالین به 400 نفر اجازتنامه داده اند. 50 قوای اسب اجازت شده است. خب خیلی نقص کرده خلق با فایده شما. خب همینا طبق همین خریطه‌ای که از طرف دیالوگ تاجیک و وزارت مالیه تصدیق شد، همین نفرها میتونن که در دهه زلولک کار کنن. برای در خود شما کار کردن نمیتونن. برای چی؟ برای اونه که اونجا همه و ذخیره‌های همه کارخانه‌هایی که هستن منع شد. بله. اجازتنامه برای کارکرد طلا طریق دست در حال راه اندازی شد که برخی ساکنان میگویند که این شغل بعضن وقت به قیمت جانشان تمام می شود. برخی دیگر میگوید که حتی برای پیدا کردن طلا هفته ها باید ماشین های سنگ و شغل را بیرون آورد تا طلا پیدا کرد. بینندگان ارجمند، تا این لحظه درباره مرگ یک جوان در پی زنازنی روز عید قربان در ناحیه عینی و نتیجه گیری ابتدایی از زرشویی انفرادی در تاجیکستان گزارش دادیم. حالا یک آگهی پیشکش شما می شود و سپس برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان و روسیه ادامه می دهیم. در شبکه اجتماعی فیسبوک نوار مهمانی پرزیدنت امام علی رحمان در خانه یک ساکن عادی بیش از 10,000 لایک و یا علامت پسندیدن به بار آورد. شرح کاربران زیر نوار هم اساساً از مدح و توصیف عبارت است. اما معلوم نیست که این یک تکنولوژی نوی سیاسی در تاجیکستان است و یا مردم بار اول رئیس جمهور را در شرایط غیر رسمی می‌بینند و چنین واکنش کردند. چنین نوارها در تاجیکستان چند پیش پیدا شدند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را در این باره همکارم کیومرسی عطا تقدیم می‌کند. نوار ویدیو از مهمانی رئیس جمهور در خانه‌های ساکنان تصادفی نیست. دیده می شود که برای مهمانی رئیس جمهور عائله ثروتمند انتخاب شده است. اما صحبت غیر رسمی در میان نبود. اهل عائله با نقاب به نشان احترام دست پیشی بر نشستند. جلوی صحبت نیز در دست رئیس جمهور بود. او سوال میداد و میزبانان کوتاه پاسخ میگفتند. حتما بسیار وزمین دنیا وزمین میشه. رسما این سفرهای معمولی رئیس جمهور به نواحی کشور است. اما عزیز نقیبزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این یک اصول نوی ترغیبات در آستانه انتخابات پرزیدنتی است. نقیبزاد میگوید که هرچند در کشور هنوز معرکه انتخاباتی شروع نشده است، این گونه مهمانی ها به اندیشه مؤلفانش باید ابرز پرزیدنت مردمی را تحکیم بخشند و همیشه یا تکنولوژی سیاسی گوناگون استفاده کرده می شود. عبدالملیک قادروف تحلیلگر دیگر تاجیک میگوید که کش شخصیت رئیس جمهور در تاجیکستان سال به سال بیشتر می شود. در کشور گروه های مخالفین واقعی سیاسی باقی نماند، ولی نیک و احوالی مردم بدتر شد. حالا به فرق از سالهای گذشته، کاربران در شبکه‌های اجتماعی حکومت را آشکارا تنقید می‌کنند. То, что сейчас происходит, آن چیزی که در ما می‌گذرد، یعنی آن بازی‌های تکنولوژی سیاسی که از آن کار گرفته می‌شود و در تلویزیون زیاد ترغیب می‌گردد، یک هدف دارد: برگردانیدن آبروی رئیس جمهور به زینه تا دوره پاندمی. از زمان صاحب استقلالی تاجیکستان هیچ یک از انتخابات دایر شده در کشور
از جانب نهاد و سازمان‌های غربی آزاد و دموکراتی اعتراف نشدند. بنا به گفته سازمان امنیت و همکاری در اروپا، در انتخابات آخری پارلمانی در تاجیکستان تقلب در شمارش آرا وجود داشت. از این رو آبرو و نفوذ زیاد هم به نتیجه های انتخابات تأثیر ندارند. عبدالملک قادروف تحلیلگر تاجیک میگوید اما برای رژیم کنونی در تاجیکستان آبرو و اعتبار همچون کفالت علاوگی حفظ قدرت ضرور است. در روسیه جزا برای فروش ناس را بیشتر کردند. مقامات انتظار دارند که با بیشتر شدن جریمه ها نرخ ناس گران می شود و برای نورسان و جوانان من بعد آن دستنارس خواهد بود. اما یک سنجش خبرنگاران تلویزیونی نستایش وریم در شهر مسکو نشان داد که برای ناسکش ها دسترس کردن این مواد تماکو چندان دشوار نیست. گزارش را امرالدین اولیموف تقدیم می کند. شهبازخان یکی از ریزوکاران یا خود ولنتیاران مسجد جامع شهر مسکو است. او دائما با فروشندگان و همزمان خریداران و استعمال کنندگان ناس روبرو می شود. با قول شهبازخان فروشندگان ناس در راه به مسجد زادگان کشورهای آسیای مرکزی را می پایند تا با آنها این نوع محصولات سرخریداری تماکو را بفروشند. ناس به برادران ما جوانان زیان می رساند. تا حد به ناس عادت کردند که حتی جوانان روس هم ناس می پرسند. من شدیداً مخالف فروش و پهن کردن ناس هستم. خبرنگاری تلویزیونی نستایش وریم تصمیم گرفت که سنجش گذراند که تا کجا ناس دسترس است، چند پول نرخ دارد و از کی می شود آن را خرید. برای آن با یک ریزوکار دیگری مسجد میکروفون و 100 روبل داده به خرید سنجشی فرستاد. نوار برداری از دوری ادامه یافت. نرخش چند پول است؟ 1 تا 20 روبل. ریزوکار با یک خلطه ناس برگشت. رفتم با 100 روبل 5 خلطه ناس خریدم. هر روز جمعه آنها به این کار مشغولند. فروش ناس از سال 2015 در روسیه جوابگری مأموری را در پی دارد. بنابر قانون‌های جاری برای فروش ناس جریمه تعیین شده است که تا 4000 روبل و یا معادل $56 است. بنابر قانون نو اندازه جریمه را تا به 20000 روبل و یا $280 بالا میبرند. قانونگذاران هدف سخت‌تر کردن جریمه برای فروش ناس را یک نوع غمخوری به سلامتی نسل جوان مینامند. در این رابطه در سامانه رسمی دومه دولتی نوشته شده است. بنابر تغییرات نو در قانون جریمه برای فروش ناس 5 برابر بیشتر شد. برای شهروندان از 15 تا 20000، برای منصبداران از 30 تا 50000 و برای شرکت یا تشکیلات ها از 100 تا 150000 روبل جریمه تعیین شده است. با 100 روبل می شود چند خلطه ناس خرید. یک خلطه‌اش 25 روبل. با خبرنگاری تلویزیونی نستایش وریم میسر نشد که نظر نسکش ها را در رابطه با سخت‌تر شدن جریمه ها بشنود. نسکش ها از صحبت در نزد میکروفون خودداری ورزیدند. احتمال از نسکشی در نزد مسجد شرمشان آمد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. دمیتری مدودیف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت با سبب پاندمی کرونا ویروس جنایتکاری در بین مهاجران کاری در کشور زیاد شده است. مدودیف هنگام جلسه شورا در روز 3 آگوست گفت که در نتیجه پاندمی 40% مهاجران در روسیه از جای کارشان محروم شدند. او افزوده است چنین شرایط بی‌شبهه برای افزایش جنایت زمینه‌های بیشتر فراهم می‌سازد. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه ما به پایان رسید. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار شما. Radio